Bilang kamu. Atau aku bibir bawa kamu bibir atas ya. اگه یه روزی مردم روی سنگ قبرم بنویسید قبل مرگش زنده بود. چه ربطی داره؟ سلام عزیزای، اما حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، لبتون خندون. به کانال خودتون خوش اومدین. بدون معطلی لایکو بزن، بریم با هم بخندیم. روام سهرا من خستن matahari ko pa हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। I know. بغنيت خالد صاير بدلت روح الخلف واقعا حق پسر بود. باید فرار کنه از اون خونه. مادرش یه چیز میخواد، زنش یه چیز دیگه. البته تو خانواده سنتی همینجوری رسم بود دیگه. عروس می آوردن میخواستن کلفتی کنه. فکر کردم انگشتر براش میخواد بخره. شانسش گفت دستبندشو بر نداشته. خاک به سرتو مرتکب بیاق نفهم گوی تو گو نمیفهمی اصلا. چه برو هر چی میگم چی نمیگی تو برای من. ما تعلم تاشي نه تنه بشم میگی داره فوشش میده، میگه چرا هرچی فوش میده هیچی نمیگه، میگه منتظرم بیای پایین. Let's have it. Let's have it. You think say they wise? حق آدم احمق همینه. گوشی از همونجا زده دوباره گذاشت همونجا. Bilang kamu. Atau aku bibir bawa kamu bibir atas ya. چقدر باحال بوده این زوج. راست میگه چی تو اون دوتا خندهشو نگرفت. الکی زد خودشو به مرده، ولی بدشانس بود. بالش رو برداشت دید اکسیژن بهش وصله. چقدر شبیه خودش بود خودش. Pardon.
فقط اون سگ کوچولوه که در براش باز کرد خوش زد به مردن. یک سیت زنیور کش 280 گرم فقط و فقط $120. سیت الوی طلای 47 دیار 170 گرم فقط و فقط $100. شما میتونید این سیتا را به این قیمت ها از فقط و فقط از ننگرهار زرگری و هم در خواب به دست بیاورید. ست جاری کش فقط هم تو خواب میشه با $120 واقعا. من اگه یه روزی مردم روی سنگ قبرم بنویسید قبل مرگش زنده بود. چه ربطی داره؟ به تو ربطی نداره. جواب قشنگی داره. دوست داره این رو سنگ قبرش بنویسه. قبل مرگش زنده بود. بیمه او بخوا. نه نمیخونم. ببخشی یادم رفت، تو فقط مغز آدم رو میخوری. دیگه نه او بخور. یه نمیخورم. یادم رفت فقط خون آدم رو میخوری. میگه یادم رفت تو فقط مغز آدم میخوری. اونم میگه خب بیا آب بخور. میگه که نمیخوام. میگه که یادم رفت تو خون آدم رو میخوری. به زنش گفت برو آب بیار. براش آورد دیگه، حالا توسط خودش. وقتی مجبوری به رفیقت که بدهکارشی به کلیپاشم بخندی. بزرگترین آرزوی خودت چی است؟ بزرگترین آرزوی است که جیبای پر از پیسه باشه. این موتر رو بخرم من. اینجا خب موتر نیست. جیبای هم پیسه نیست دیگه. میگه چه آرزویی داری؟ میگه آرزو دارم جیبام پر پول باشه این ماشین رو بخرم. میگه اینجا که ماشین نیست. میگه تو جیبای من پول نیست. همه رد دادن، همه روانی شدن. از بدیه قد کوتاه بودن بعضی از چالش ها نمیشه رفت. که یک زده چرا کمپل ما را کش میکنی؟ دیگه کمپل ما را کش نمیکنی. مردمم چون دارم ما هم جون دارم. جنه داشت پتوشو میکشید، بلند شد جنه رو چک و پک کرد. میگه اگه سرده شده چرا پتو منو میکشی؟ براش پتو آورد. خب عزیزایمو به آخر ویدیو رسیدیم. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردین. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنین چون باعث میشه به دیگران هم نشون داده بشه ویدیو. و اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین. اگه هنوز سابسکرایب نکردین 200 نفر دیگه به جمعمون اضافه بشه 1000 تا رو تکمیل کردیم. دم تک تکتون گرم. تا ویدیو بعد لبتون خندون.